پاسخ دادن شاه یمن جندل را. آنگاه شاه یمن فرستاده فریدون را پیش خواند و با او سخنان فراوانی به خوبی گفتن گرفت و او را گفت: من در برابر شهریار تو کهترم و هرچه بفرمایدم فرمان بردارم. لیکن او را بگوی که همچنان که سه فرزند تو نزد تو آنچنان گرامی‌اند، من نیز چنینم. اگر فریدون از من دیدگانم را بخواهد، یا این کشور و تاج و تخت یمن را نزد من آسان تر است، تا اینکه آن زمان که بایسته است سه فرزند خود را نزد خویشتن نبینم. لیک اگر شاه بر این امر پای فشاری می کند، مرا نیز چاره‌ای نیست جز این که او را فرمان بردار باشم. ولی این را بدان که آنگاه سه فرزند من از من جدا خواهند شد و در پیوند سه پسر فریدون در خواهند آمد که فریدون سه پسرش را به اینجا نزد من فرستد. لیکن من هر زمان که فریدون به دیدار ایشان نیازش افتد، ایشان را به نزدش خواهم فرستادن. جندل پس از این که پاسخ شاه یمن را بشنید، تخت او را بوسید و او را درود گفته رو سوی فریدون نهاد. چون به نزد فریدون رسید، آنچه را که رفته بود باز گفت. پس فریدون سه فرزند خود را نزد خویش خواند و به ایشان گفت: این شهریار یمن را تنها سه دختر است و او را پسری نیامده است. از این رو این دختران در نزدش سخت ارجمندند. من این دختران را از برای شما از پدرشان خواستگاری کردم و هر آنچه بایسته بود بگفتم. اکنون شمایان باید که نزد او شوید و در برابر او بسیار هوشمندی و چرب زبانی به کار برید و هرچه را که از شما پرسد به درستی پاسخ گویید و بدانید که اگر بر هر آنچه که شما را گویم گوش سپارید، به کام خویش برسید. لیکن بدانید که این شاه یمن هم بسیار ژرف بین و هم با گنج و سپاه و دانش بسیار است و نباید که شما را در برابر خود زبون بیابد. پس آگاه باشید که وی در روز نخست بزمی بسازد و شما را پیش خواند و آن سه دخترش را که هر یک چون باغ بهاری پر از بوی خوش و رنگ و نگارند بخواند. پس دختر کهتر پیشا پیش آنها، دختر میانین از پس دختر کهتر و دختر بزرگتر نیز از پس میانین خواهند آمد. دختر کهتر را کنار بزرگترین شما، دختر بزرگتر را کنار کهترین شما و دختر میانه را نزد برادر میانه شما جای دهد. آنگاه شاه یمن از شما بپرسد که بگویید از آن سه دختر کدام بزرگتر، کدام میانه و کدام کهتر است. پس شما را باید که به او گویید آن که بالاتر نشسته دختر بزرگتر است، آن که در میان جای دارد دختر میانه است و آن که در کنار او جای دارد دختر کهتر است. پس آن سه پسر این سخنان را به یاد سپرده و پر از دانش و افسون از نزد پدر به سوی شاه یمن روی نهادند. به جز رای و دانش چه اندر خورد، پسر را که چون آن پدر پرورد. رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن. باری سه پسر فریدون با موبدان و لشکریان و بزرگان و با آراستگی بسیار به سوی یمن شتافتند. سرب
شاه یمن چون از آمدن ایشان آگه شد، لشکری چون پر تذرو بیاراست و به پیشواز ایشان رفت. مردان و زنان بسیاری نیز در یمن از خانه هاشان بیرون آمده، گوهر و دینار و زعفران بر سپاه و بر یال اسپان مشک و می بریختند. کاخ شاه یمن را نیز چون بهشت بیاراسته بودند و بر زمین آن سیم و زر بسیاری ریخته و آن را با دیبای رومی آراسته بودند. پس شاه یمن پسران فریدون را در آن کاخ فرود آورد و یک شب بدین سان بگذشت. چون روز فرا رسید، شاه یمن سه دخترش را که همچون ماه تابان بودند، همچنان که فریدون گفته بود، از شبستان بیرون آورد و بر همان سان که او گفته بود ایشان را بیاورد و برنشاند و از سه پسر فریدون خواست تا او را گوید که کدام یک از ایشان بزرگتر، کدام میانین و کدام کهتر است. سه پسران فریدون نیز همچنان که فریدون ایشان را آموخته بود به شاه یمن پاسخ دادند. شاه یمن چون پاسخ درست ایشان را بدید در شگفتی شد و او را دیگر راهی نماند جز آن که دختران را به ایشان دهد. پس چنین کرد.